سلام دوستان، چطوری؟ امروز اومدیم آزمایش ماینکرافت یا تست ماینکرافت. خب اول میایم از زامبی شروع کنیم، بعد ویندیکیتور، گربه، اسب و آیرون گولم. خب میایم اول از زامبی کوچولو بزنیم زیرشو، میفته. بله اصلا معلوم بود میمیره. بالاش هم بندازیم. خب حالا میرسیم به ویندیکیتور. دایموند، بلاک دایموند. این خوشگل کاری کردم. میندازیم ویندیکیتور و بله دوباره معلومه اصلا میاد. گربه که میدونم اصلا معلومه زنده میمونه چون همه جا اصلا دیدم. اصلا دوباره تستش کنیم. بله اصلا اصلا رو آب افتاده، خیلی راحت. پس خیلی تا زمین کمه ها، یعنی زنده موندن اسب خیلی عادیه. بفرمایید اسب زنده موند. من جونش چند تا موند، چند قلب براش موند. بریم ببینیم. ببین جلسه اسب براش فقط خیلی اصلا براش کم موند اصلا، چون فاصله خیلی تا زمین کمه، یعنی اصلا خیلی سریع میفته. حالا آیرون گولم باید بزنیم ببینیم میفته یا این زنده میمونه یا نه. بزنیم زیرشو. حالا آیرون گولم دوست دارم. بله خیلی مثل گربه راحت افتاد. خب اگه دوست داشتین فاصله مثلا 256 متری که آخرش بندازیم، حتما لایک، فالو، کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.